بله استاد. اگه صدامون دارین که چون بعد تا 10 و 40 دقیقه تمامش کنیم. خب استاد این قدم زیادیم امشب. نه گفتن چه نفر باشین 600 نفر، من بعد اینو تمامش کنم سر همون. قربون استاد دست در نکنه. ببین بچه امروز بذار من اینو ضبطش هم شروع کنم چون اصل گل همین نیست. استاد ضبطش رو میذاری بعد؟ آره سر همون، ولی خب میگم دیگه باید برگزار میشه. ببین دست در این نکنه. اگه مبحث حاله. ضبطش رو خب جا میگم ضبطش رو بذاری عالی میشه. آره، ولی خب سر همون نگفتم بهشون که چون آنلاین باشه بهتر. سر همون به بچه ها نگفتیم. ببین بچه ها اگه بخوام شروع کنیم با مبحث حال شروع کنیم. حال چیه؟ خب آم، حال بهش میگن منم. این باید منم باشه. منم چیه؟ این میم اولش با وزن مفعول و فاعله یا موعه یا موعه که موعه مال فاعله، موعه مال مفعوله. خب فاعلم که بر وزنش باید باشه، مفعولم بر وزنش، مثل منظور یا فاعل مثل ناصر، کاظم. این دونش یعنی نکره باشه، میم آخرش یعنی مثبت باشه، تنوین داشته باشه، یونه داشته باشه. این ساختار کلی حال حساب میشه. خب این از این قسمت دوم اینه که بچه‌ها زمانی ما حال کجا نداریم؟ زمانی ما حال نداریم که موصوف صفت باشه. خب بعد اون کلمه معرفه باشه، یا اینکه قبل حال یعنی خبر کانه، ساره، اصبحه و لیسه هم نباشه. خب اینجور جا ما حال نداریم. حالا ببینید سوال امروز چی آورده بود. ببینیم مسرورین، مسرور و وزن مفعول. خب نکره هم هست، میشه گفت دیوانیش هم داره، پس این حاله. خب اول میخوام حالا رو مشخص کنیم بعد آخر برمیگردم. خب این مؤمنن و فرحینه، این چهارتای حاله. خب حالا میخوام ببینیم کدومش حال نیست، کدومش حال هست و چرا بعضی‌ها نیستن. خب گفتن اگه موصوف صفت باشه مثل اینجا، این موصوف صفته، پس ما اینجا حال نداریم. توی گزینه 4 لیسه قبلش داره که افعال ناقصه گفتن قبلش بود، دیگه اینجا حال نداریم. اینجا هم لم یکن همون کانه جز افعال ناقصه، پس اینجا هم حال نداریم، پس جواب گزینه 3 میشه. میتونی شما اسکرین شات بگی بذاری داخل گروه، اسکرین شات داشته باشی. بله استاد میذارم. آره اسکرین شات بگیر، فقط از همین صفحه وقتی تمام بشه. باش اونایی این از که این. گفتی رو اسکرین میگیرم باشه. اما الان میگه وقتی جوابشو زدیم اسکرین بگیر. خب این از این. باش. این سوال امروز 30 آذر. ببینید چی گفته. ببینید یه خورده زومش کنم، نه همین دیگه فکر کنم. ببینید و زوز یه فعل امر، پایین بیاور بالا نبر، پایین بیاور بالا نبر. اصلا ما نهی نداریم که این نبر آورده. بین گزینه 1 و 3 اینجا یه از آنه داریم، اینجا نداریم. خب ما اصلا داخل سوال از آنه نداریم عربیشو، سر همین گزینه 1 هم خط میخوره، جواب گزینه 3 میشه. این یه روش دیگه اینه که بچه‌ها حمیر یعنی خران. گزینه 2 و 4 که گفته خر غلطه. باز بین 1 و 3 هم میتونی این میگم این از آنه اضافه، جواب گزینه 3 میشه. این از این آزمون 30 آذر بود. این هم مال آزمون امروز بود که گفت کدوم مجد حاله. خب می اینجا بدونیم گزینه 1 مجدن، گزینه 2، گزینه 3 و گزینه 4. حالا میخوام ببینیم کدوم از اینا حاله. گفتن قبل ها افعال ناقصه موصوف صفت نباید باشه که اینجا داره غلط، پس اینجا حال نداره. گزینه 3 موصوف صفت غلطه. گزینه 4 این وهوه خودش حاله، این مجدد میشه خبرش، این میشه مبتدا، این میشه خبر، بازم اینجا حال نداریم و جواب گزینه 2 میشه. اینا همه ملازمون امروز بوده که همشون داشتم مینا میدادم. اسکرین شات ها رو میگی شاب؟
بله استاد دارم میگیرم. خب این است. میریم همه داریم طبق معمول حل میکنیم. خب میریم سوال بعدی. ببینیم نکته ای که اینجا داره اینه که آقا یه نکته داریم به نام لای نکره. یعنی چی لای نکره؟ بهش میگن لای نفی جنس. ترجمهش هم هیچ و نیست ترجمه میشه، یعنی هیچ باید داشته باشه. خب این سوال امروز قلمچی لا شیء لای نفی جنس هیچ نیست. گزینه 2 اصلا هیچو نداره، غلطه. پس گزینه 3 هیچ نیست و داره. گزینه 4 هم هیچو نیست و داره. این یه قسمت. قسمت بعدی اینه که واو و ضمیر، یعنی در حالی که، خب در حالی که همشون داره. میریم جلوتر که ان معنی گویی بیشتر. گزینه 1 نداره، غلط. گزینه 3 گویی. گزینه 4 هم که داره. بین 3 و 4 اختلاف پیدا میکنیم. یه اختلاف بین اینجا قادر میتواند، یه اختلاف بینشون حساب میشه که صورت سوال گفته که قادرون، پس میتواند که یستی و غلط. جواب گزینه 3 میشه. این همه سوال آزمون امروز قلمچی. میریم سوال بعدی. سوال گفته که با این نکته شروع کنیم چون مربوط 12 واو و ضمیر در حالی که گزینه 1 نداره، 2 هم نمیبینمش که داشته باشه. گزینه 3 در حالی که، گزینه 4 هم در حالی که. میریم ادامه. رنگ بهتر. خب بین 3 و 4 اختلاف پیدا میکنیم. میشنوند، شنیده میشود. فکر کنم این یسمع فعل مجهول اگه باشه یسمعو باشه یا یسمع. اگه یسمعو باشه میشنوند فکر نکنم باشه. حالا یه اختلاف دیگه پیدا کنم باقی نمیماند. نه، چون مضارع او ا مجهولشه، ماضی او ا، ولی این مضارع یسمعو اگه باشه فکر کنم میشه شنیده میشود. اینو شک دارم ولی خب من 4شو میزنم. این از این سوال. میریم سوال بعدی. اسکرین شات رو میگیری شب؟ بله استاد. آره. خب میبینیم دیگه اینجا چی داره. اینجا گفته که صغر یا صغر اگه بگیم ضمیر داره. خردسالی، کودکی خود، خردسالیش. خب چون اینجا ضمیر داره گزینه 1 خط میخوره. دیگه در ادامه قد اخترع، اختراع کرده. اینجا 2 هم خط میخوره چون اختراع کرد اشتباهه. بین 3 و 4 یه اختلافات پیدا کنیم. استفاده نشود، بکار برده نمیشد. خب این بکار برده نمیشد ماضی استمراریه. ما اینجا کانن نداریم. بگم لیته با لم یستخدم فعل مضارع اگه باشه که لیته با مضارع فکر کنم باره. لیته با مضارع ماضی استمراری منفی هم که هست بکار برده نمیشه. جواب گزینه 4. لیته و لعله با فعل مضارع هم ماضی استمراری هم ماضی بعید ترجمه میشه. این از این سال. سوال بعدی گفته اسم مکان کجاست؟ مکان نداره. خب گزینه 1 منازل منزل. گزینه 2 نمیبینم. گزینه 3. گزینه 4 هم که مسانه و اگه مفردش مسنه مسجد مدرسه مشهد. ساختار اسم مکانه. پس جواب گزینه 2 میشه. این از این سال. سوال بعدیم 4x4. اوکی این سلام داریم. من فکر کنم یک دنده دارم واسه خودم پیش میرم. خانم اویسی، خانم مریم. اوکی دیگه نه؟ خب چون یه خود سرعت امشب بالا بردم که خب گفته سعی رو پیدا کنیم. تقولو یعنی میگوید درست، ولی اینجا یه من داره. خب بعد بگید تقولو لی. خب ولی چون اینجا لی نداریم گزینه 1 خط میخوره. گزینه 2
کثیرومه بسیار فناوری‌های جدید در عصر ما، در عصر کنونی ما. این تفیدهای فعله. خب مثل یذهب رو شما در نظر بگیرین که میشه میرود، این فعله. خب این هم یه تفیدهای فعله. مثلا ببینید به نفع که گفته اینجا نفع اسم به صورت اسم ترجمه کرده. سر این قسمت غلطه. صدا چی نمیاد؟ صدا منو ندارین؟ من دارم. ها میگیم فکر کردم صدا نیست. خب اینجا گزینه 2 خط میخوره بین گزینه 3 و 4. اینجا قطعا داریم که ما اصلا نه نداریم داخل صورت سوال، پس گزینه 3 هم غلط میشه و جواب گزینه 4 میشه. خب این از این سوال. سوال 8 که کردیم. میریم بعدی. اینو حل کردیم. اینجا گفته کجا اسم تفصیل اسم مکان داریم. استون که مسجد مدرسه مشهد. خب از 1 شروع میکنیم. میدونه که مدرسه اسم مکان ولی دیگه اسم تفصیل نداره. اینجا متجر، مفعل، افضل و وزن افعل که هم اسم مکانه هم اسم تفصیله. جواب گزینه 2 میشه. بقیه گزینه هم یه نگاهی میزه. اسم مکان داره. رنگ ها اسم تفصیل نمیشن. اینجا هم که اراذل الافاضل اسم تفصیلش حساب میشه. جواب گزینه 2 میشه. میریم ادامه. گفته کجا حال نداریم. خب کجا نیست حال. از گزینه 1 شروع میکنیم. متکبرن و هیه محبوبن و مجروحن. خب ببینید کدومشون حال حساب نمیشه. خب متکبرن قبلش موصوف صفت نه، افعال ناقصه است نه، پس اینجا حال داریم. این حاله و هیان که تابلوی حاله. گزینه 3 بله از برداری اینجا سر این قسمت دیگه. اینجا حال نداریم. سوال هم گفته کجا حال است. جواب گزینه 3 میشه. این از این قسمت. میریم ادامه. گفته که استاد یه لحظه بعد اسکرین میگیرم. بیا ممنون استاد. گرفت دوره بگی چون رد شد. گرفتیم. بله. خب ببینید این سال چی خواسته. مال 30 آذر 403. خب قادر است میتواند غلطه. قادر و قادر است. پس اینجا ما باید تونید گزینه 2 رو خط بده. میره ادامه. بیشتر از 150 بیش از 150 بیش از 150 در یک قدم. اشتباه بین رنگ اینجا عوضش کنم. خب بین گزینه 1 و 3 اختلاف پیدا می‌کنیم. از یک درخت به درخت به دیگر درخت ها. از یک درخت به درخت دیگه. اینجا ببینید از یک درخت به درخت دیگر. پس جواب گزینه 1 میشه. اینجا این غلط. این از این سوال. این سوال بعدی همون نه. خب این سوال باز دوباره از روی قادران استفاده میکنیم. میتواند که غلطه. توانایی قادر است میتواند که غلطه. پس میمونه گزینه 2 و 3. دو بالش بالهایش جناحین. دو بالش. جواب گزینه 2. این از این. سوال بعدی. تمساح دارد. لیو اندو لده. اینا اگه اول باشه معنی وجود دارد اینا میگه. پس گزینه 1 که گفته التمساح غلطه. التمساح غلطه. بین گزینه 2 و 3 یه اختلاف پیدا میکنیم. غذاش رو میخورد.
این به صورت التزامی آورده غلط. جاگزینه 3 میشه. این هم از این سوال 15 ایم. تایم هم 10 و 15 است. خب هر 1 دقیقه میریم ادامه. است. میریم سوال بعدی. گفته آقا چجوریه؟ ببینیم ما این نکته داریم. نکته کل اگه بعدش الف و لام بیاد، اگه بعدش الف و لام نباشه. اگه بعدش الف و لام معنی همه میگیره، اگه الف و لام نباشه معنی هر میگیره. اینجا کل المسلمین گفته. خب کل المسلمین اینجا گفته همه مسلمانان، هر مسلمانی، هر مسلمانی، همه مسلمانان. خب اینجا گزینه 2 گزینه 3 رو خط میزنیم بین گزینه 1 و 4. تأکید میکند، تأکید به صورت مصدر. اینجا یؤکد یه فعل مضارع است و صورت فعلی با جا گزینه 1 میشه. این از این سوال. سوال بعدی هم که دیگه میره دیگه تو قسمت از امروز. سوال امروز چی بوده دیگه؟ این هم جز سوال امروز قلمچی بود. از کجا شروع کنیم؟ اینجا بوده كله حوصة. عبادهی بود که بندگانش که اینجا چون ضمیر رو ترجمه نکرده غلط حساب میشه دیگه. اینجا گزینه 2 گفتیم که کل حال، اینجا این حال آورده، اینجا مثلا حاضری نداریم، 2 هم غلط میشه. بین 3 و 4 بی تردید بیگمان در همه حال زیبایی زیباست. خداوند بندگانش خوششان میآید، خوششان، ولی زیباترین زیباتر. اجمل یعنی زیباتر. جواب گزینه 4 میشه. این از این تست. بریم تست بعد. دوره چی رو خواسته؟ سعی رو خواسته. 77 قلمچی. خب عاقل انسان کسی است که بله لایس دروغگو باور نمی کند. لأن برای اینکه یزور رو آسیب میزند آخرین دیگران قول و اعمال سخنان و کارهایش. تو این که چیزی ندیدم. گزینه 2 صدیقی دوستم. این خارج می شود. واقع تصحیح شد. خارج می شود. خب اینجا قامه داریم. بذاریم رنگ عوضش کنم. قامه ب یک کلمه ایه که قامه میشه ساخت اینا. خب ولی اگه بعدش بیاد به معنی پرداخت و اقدام کرده، پس این غلطه. این گزینه 3 یدافع و دفاع میکنن جنود و مسلمانان، سربازان مسلمانان. چجوری میشه دیگه؟ چون دو تا موصوف صفته بگه سربازان مسلمان نه مسلمانان. اینجوری موصوف صفت رو اشتباه ترجمه کرده. اینم غلطه. گزینه 4 قد یکونو، قد با مضارع گاهی و شایده دیگه. بین زملا همکاران ما، کسانی که از ما تجربه کمتری در کارها همکاری کنیم. ان نساعد و همکاری نه کمک میاد. این اشتباه اینجا ترجمه کرده. پس جواب ما هم گزینه 1 میشه. حالا اسکرین شات بگی چون میخوام سالش هم بیافته. خب این از این تمام شد. این کل سوالایی که تو آزمون امروز بود. من اینا جان میگم ممنون. خواهش میکنم. ولی خب دیگه کاری بود که باید امشب حتما انجام میشد، با اینکه خیلی هم مقاومت کردم ولی خب من باید تمامش میکردم. چون شب یلدا